جوونی آمد محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله به من اجازه بده تا زنا بکنم. تصور بکنید تو جمعی که ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر و صحابه تو مسجد نشستن، اجازه بده تا زنا بکنم. بلند شدن صحابه که هر کسی مشتی لگدی. بالاخره این سوال خیلی سواله تندیه، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمتا للعالمین بود. خشونت در دین و در نصیحت و در برخورد و در رفتار و در دعوت و در جذب افراد و در تحول افراد جواب نمیده. بعد گفت که اجازه بدید تا بیاد جلو. آمد گفت زانوتو بچسبون. گفت چه گفتی پسرم؟ گفت که اجازه میخوام تا برم زنا بکنم. گفت با مادرت؟ با خالت؟ با عمت؟ گفت مگر کسی با خاله و عمه و مادرش زنا میکند؟ جوان سوال کرد. گفت پس اونایی که میخوای باشون زنا بکنید یا مادر دوستت یا خالشه یا عمشه، اونام دوست ندارن. بعد ولش نکرد، این دست مبارکش رو 2 تا محل رو دلش گذاشت و برای 3 تا مسئله این جوان دعا کرد. گفت اللهم طهر قلبه. این دستش همینجور میکشید رو سینه جوان، محلی که قصدشه. گفت خدایا دلشو طاهر بکن، پاک بکن تا دیگه این قصد سو و نیت سو در دلش رخنه نکنه، وسوسه نکنه، نیاد، نفوذ نداشته باشه. طهر قلبه واغفر، ببخشید، و احسن فرجه، و شرمگاهشو عفیف بگردان. با همون وسیله‌ای که میخواست زنا بکنه، ابزار زنا، دلش را طاهر بگردان تا حب زنا درش نباشه و شرمگاهشو عفیف بگردان و طاهر. واغفر ذنبه، و گناهشو بیامرز. این تقاضا گناهه. باور بکنید این جوان بلند شد اونجا، اعلام کرد در جمع یا رسول الله الان من از اینجا خارج میشم، هیچ چیزی زشتر و پلیدتر از تقاضایی که از تو کردم نیست در دل من. واقعا